سلام و وقت بخیر هم میگم به محضر بینندگان محترم رسانه ملی، شبکه یک تلویزیون و شبکه خبر و شنوندگان محترم رادیو مقاومت که به مانند هر شب ما رو در این گفتگو همراهی میکنند. رهبر انقلاب صبح امروز با حدود 5000 نفر از فعالان اقتصادی بخش خصوصی دیداری داشتند. رهبر انقلاب دیروز هم به مدت 2 ساعت از نمایشگاه توانمندی‌های بخش خصوصی بازدید کرده بودند. تأکید امروز رهبر انقلاب همچون دیروز لزوم حمایت جدی از بخش خصوصی و برطرف کردن موانع سر راه فعالان اقتصادی بود. در گفتگوی ویژه خبری امشب میخوایم بپردازیم به چالش‌ها و موانع و برطرف شدن این موضوعات به عنوان راهکارها در جهت تقویت تولید. مهمانان این بخش رو به شما معرفی میکنم: جناب آقای طیب نیا، مدیر عامل شرکت فولاد، جناب آقای امامی رؤوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران و همچنین جناب آقای مهدوی ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی. آقای امامی رؤوف، نساجی صنعتی با ابعاد مختلف، موانعی که بر سر راه هست، ظرفیت‌هایی که شناخته، الان کجای مسیر هست؟ چه ظرفیت‌هایی رو داره؟ چه چالش‌هایی باید برطرف بشه؟ به کجا برسه؟ منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکاران محترمتون و میهمان عزیزمون آقای مهدوی و بینندگان محترم گفتگوی ویژه خبری. اگر اجازه بدید من قبل از که ورود به بحث کنم، چون موضوع دیدار مقام معظم رهبری با فعالین اقتصادی بود و طبیعتا راجع به این موضوع بخش خصوصی و نقش بخش خصوصی در رشد 8% میخوایم صحبت کنیم. من داخل پرانتز یه توضیح مختصری رو میخوام بگم. امیدوارم که در واقع این زمانی رو که از بینندگان محترم برنامه شما میگیریم براشون مفید فایده باشه. مقدمتا برای اینکه ورود به بحث کنم، صنعت نساجی یکی از صنایعی هست که در واقع جزو زنجیرهای قابل ارزش در دنیا هست. خیلی از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا مسیر توسعه صنعتی خودشون رو از مسیر نساجی گذروندن. صنعتی اشتغالزاست، صنعتیه که انرژی بر نیست، به جاش در واقع تمرکز بر نیروی انسانی و فناوری داره. تو کشور ما چطوره؟ عرضم همینه. میخوام اینو عرض کنم که برسم به نقطه‌ای که در واقع ورود به بحث داشتش. بله حتما. یه صنعت بومی هستش. ما یه زنجیره ارزش خیلی کاملی داریم، یعنی یه بخشی از مواد اولیه ما از پتروشیمی تامین میشه که خوشبختانه ظرفیت‌های و پتانسیل‌های خوبی رو داخل کشور داریم. یه بخشی از مواد اولیه ما پنبه هست که در واقع کشاورزان زحمتکش ما تامین میکنن و ما این پنبه و گرانول‌ها و پلیمرهای در واقع پتروشیمی رو توی پروسه‌ای تبدیل به الیاف، نخ، پارچه، رنگرزی، چاپ، تکمیل و نهایتاً پوشاک، منسوجات خانگی، کالای خواب، فرش و کفپوش، منسوجات نظامی و منسوجات پزشکی میکنیم که طبیعتاً اگه شما مجموعه چرم و کفش و مصنوعات چرمی هم به این اضافه کنین، یه چیزی در حدود شاید 6000 واحد صنعتی در سراسر کشور داریم. پراکندگی این توی کشور نشون میده که در واقع ما از یک توازنی در توسعه اشتغال برخوردار بودیم. از بعد اگه مشاغل خانگی بهش نگاه کنین حائز اهمیت هست. اگه از یعنی جایگاهمون مطلوبه. میخوام عرض کنم خدمت شما که یه صنعتی هست که قابل توجه هست، اما متاسفانه مورد توجه دولت‌های مختلف قرار نگرفته. چرا؟ نکته حائز اهمیت که ما تو صنعت نساجی داریم این هست که این صنعت تقریباً همه این صنعت بخش خصوصی. شاید اگه تعداد معدود انگشت شمار واحدهای دولتی رو ما کنار بگذاریم، بقیه این صنعت توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده و مدیریت میشه. بخش خصوصی تاثیرگذار. به هر حال ناکنید صنعت نساجی جزء صنایع کوچک و متوسط محسوب میشه. شاید ما مثل صنایع بزرگ نه همون کوچک و متوسط های تاثیرگذار. بله. ناکنید شما در بخش صنعت نساجی تو بخش اصناف بیش از 120,000 واحد تولیدی صنفی دارین در سراسر کشور و 2 برابر این رقم واحد صنفی توزیعی در سطح کشور داریم. در واقع به نوعی شما دیگه اگه ما نیازهای یک جامعه رو
پوشاک، مسکن و غذا بدونیم، این یه بخشی از نیازهای جامعه است. حالا عرض من این بود که خواستم به این نکته اشاره کنم که در واقع این صنعتیه که توسط بخش خصوصی اداره میشه و خوشبختانه یعنی ورودم به بحث از این منظر هست که توی دیدارهایی که مقام معظم رهبری توی در واقع این 5 دیدار اخیری که با فعالین اقتصادی داشتن، شاید مهمترین محوری که مد نظر ایشون بود نقش بخش خصوصی در رشد و توسعه کشور بوده و متاسفانه این خلایی هست که ما تو دهه‌های مختلف باش درگیر بودیم و شاید به لحاظ همین نگاه و عدم باور دولت به بخش خصوصی باعث شده که صنعت نساجی ما به جایگاهی که در شأن و منزلتش بوده نرسه و حتی پیشینه‌ای که ما داشت فقط عدم باور دولت یا بله ناکن شما به هر حال این صنعت نیاز به حمایت داره. من به لحاظ اینکه در واقع تقسیم بندی کنیم و توی بخش دیگه میخوام بهش اشاره کنم که همینجا رو نگه دارید چالش هایی که پیش روی حضور فعالتر بخش خصوصی در صنعت نساجی محور بعد گفتگوی من با حضرت عالی هست. آقای امامی یه نکته گفتند حالا از نگاه صنعت فولاد ولی با نگاه به صنعت نساجی کشورمون ما چه مشکلاتی در صنعت نساجی داریم که می شود نسخه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای درمانش بست؟ من ادامه فرمایش آقای طیب نیا رو اگه بگیرم، ما توی صنعت نساجی تو کشورهایی که در واقع تو صنعت نساجی مطرح هستن، نمونه مثلا کشور ترکیه همسایه ما، مجموع صادرات نساجی و پوشاک کشور ترکیه 33 میلیارد دلاره. یعنی شما این رقم رو با مجموع نفت و گاز پتروشیمی ما مقایسه کنیم می‌بینید که یه رقم قابل توجهیه. این صنعت تو کشوری مثل بنگلادش 51 میلیارد دلار فقط صادرات نساجی پوشاکش هست. تو کشور ما این اتفاق نیفتاده. من برمیگردم به جمله‌ای که شما فرمودین که مقام معظم رهبری هم صبح اشاره فرمودن در ارتباط با سرعتگیر. جمله قبل از سرعتگیر بحث باور به بخش خصوصی و اینی که الزامه که بخش خصوصی میتونه رشد و توسعه کشور رو کمک کنه. متاسفانه حالا این بحثی که ما داریم، هم آقای مهدوی اشاره فرمودن هم آقای طیب نیا، یه مشکل عمده‌ای که توی بخش خصوصی و بخش صنعت و تولید کشور ما هست اینه که این باور به بخش خصوصی وجود نداره و در واقع حالا مسئله معروفی هست، میگن از انبوه جمعیتی که برای نماز بارون میرن تو بیابون فقط کسایی بهش اعتقاد دارن که با خودشون چتر میبرن و متاسفانه این اعتقاد به بخش خصوصی چون وجود نداره، این اتفاق میفته که آقای مهدوی سال گذشته میگن 3 سال طول کشیده مجوز و امسال میفرمایند که 4 سال طول کشید. همین مشکل ما تو فولاد داریم، تو نساجی هم داریم. من فکر می‌کنم که در واقع نگاهی که امروز توی کشور هست، خود حاکمیت هم به این باور رسیده که دیگه بخش دولتی به تنهایی کارآمدی اداره کشور رو نداره و باید از ضرباهنگ میده حضور بخش خصوصیه. بله، ناکن شما قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بیش از 10 دهه از تصویبش میگذره. این قانون اصلا تکمیل کننده این موضوعه که دولت به تنهایی نمیتواند تصمیم خوب و بهینه رو در زمان مناسب بگیره. بندهای مختلف این قانون مشارکت تشکل‌ها، ناکن ما توی اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های اصناف، اتاق‌های تعاون، تشکل‌های تخصصی، ساعت‌ها فعالین اقتصادی میشینن با هم دیگه موضوعات مختلفی رو تو کمیسیون‌های مختلف با هم دیگه بحث میکنن و نسخه‌های مختلفی رو تدوین میکنن و به دولت پیشنهاد میدن، اما این نسخه‌ها اجرایی نمیشه. سال گذشته مقام معظم رهبری یه اشاره فرمودن که در واقع این کارگروهی تو نهاد تشکیل بشه و این کارگروه با مشارکت دولت و بخش خصوصی مشکلات رو احصا کنه و این رو جلو ببره که خوشبختانه این اتفاق افتاد. حالا من برمیگردم به فرمایش شما که راجع به مشکلات فرمودین. ما توی کارگروه نساجی 1 دقیقه زمان دارین، نادیر اومدین. توی کارگروه نساجی و پوشاک این مسائل رو احصا کردیم. یکی از بزرگترین مشکلات ما بحث قاچاق منسوجات و پوشاک. راه حل مشارکت بخش خصوصی در نظام حکمرانی. متاسفانه بخش دوم چالش‌های ما زیاده. یه بخشی از چالش‌های ما مربوط به اقتصاد کلان مملکت، یعنی شما مشکل رفع تعهد ارزی دارین. اگر این مشکل رفع تعهد ارزی ما رو بتونن برطرف کنن، ما صادراتمون افزایش میدیم. اگر ارز تک نرخی شود، تاثیرگذار تو یه بخشی از مشکلات ما خواهد بود. اگر واردات مدیریت شود، کارشناسی مشکلات ما رو حل خواهد کرد. اگر نظام تعرفه که تو همه دنیا رگولاتور هست
به درستی تنظیم بشه یه بخش زیادی از مشکلات ما رو حل کرد. پس صحبت زیاده در بخش نساجی. برمیگردم آقای مجموعه خیلی کاملی رو اصلا احصا کردیم از مشکلاتی که هست. یه بخش زیادی از این مشکلات ما مشکلات اقتصاد کلان مملکت، یعنی همین کوچک شدن سبد خانوار، کوچک شدن سهم نساجی و پوشاک از سبد خانوار، یعنی این مشکلاتی هست که در واقع باعث شده که صنعت ما هم باش درگیر باشه. زمان شما هم خیلی کم هست، همه دوستانم صحبتاشون مون. من خیلی کلید واژه‌ای عرض می‌کنم، شاید بینندگان محترم برنامه شما منظور رو کمتر بگیرن، اما مخاطب من که در واقع بخش دولت هست شاید کاملتر تعریف کنه. یک، مشارکت بخش خصوصی در نظام حکمرانی، این به فرمایش مقام معظم رهبری یک الزام. دو، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بندهای مختلفش و آیین‌نامه‌های اجرایی که خود دولت تصویب کرده و ابلاغ کرده. سه، شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات از جمله ارزهایی که نیمایی هست و تخصیص داده شده. 4، پایانی حمایت از تولید داخل و مبارزه با قاچاق و واردات بی‌رویه و غیر کارشناسی از مبادی رسمی و غیر رسمی. متشکرم از همه مهمانان این برنامه و متشکرم از همراهی شما. خیلی ممنون.